اینجوری نیست؟ اینجا چطورین؟ این ای بابا، چطوری انجامش میدین؟ اینجا باز میشه. تهیونگی کو ها؟ من نمیتونم انجامش بدم چون خیلی زیاده درخواسته. راستشو بخواین واقعا نمیدونم. به فنا رفتم، حالا چیکار کنم؟ نمیتونم، نمیشه. پشمام، نه این کارو نکنی. نه درخواست نداری، نمیتونم قبول کنم. باید از تهیون کیونگ درخواست بشه تا اینجا شرکت کنه. وای چقدر زیادن. نه خب باید چی کارش کنه؟ نه منظورم این نبود. فکر کنم بدونم چجوری انجامش بدم. اینه؟ ببینم این دیگه چیه؟ چه خبره؟ چرا دوباره اونجوری نیست؟ یعنی تو تنظیماتش اشتباه کردم؟ یه دقیقه صبر کنید لطفاً. فعلا ببخشید. اینجوری؟ اینجوری؟ خب خیلی سخته. اصلا چرا باید اینقدر سخت باشه؟ مشکلش چیه؟ اصلا باید چیکار کنم؟ چرا؟ مشکلت چیه؟ چرا نمیای؟ ببینم جنی روحی اینجاست ها؟ گمونم دیگه کار نمیکنه. این چیه؟ آیگو نمیشه. نه آخه چرا کامنت ها برای من نمیان؟ چرا من نمیتونم ببینمشون؟ چشه؟ چرا بعد از اون کامنتی نمیاد؟ یعنی بلاکش کردم؟ هیچ ایده ای ندارم. واقعا نمیدونم. نه هیچ ایده ای ندارم. نمیدونم.
واقعا نمیدونم. میگم بیایم بریم ویورس. فکر کنم همونجا بریم بهتر بشه. به خاطر تعداد زیاد نیست. بیاین یکم سر و صدا کنیم. چرا هیونگ نمیتونه بیاد بالا؟ نمیدونم والا. فکر کنم قرار نیست کار کنه. راستش بعداً باهات صحبت میکنم. معذرت میخوام. اومدم. بالاخره برگشتم. خیلی خوب بذارین. کامنت رو دارم میان بالا. اومدش. کامنت رو دارن الان میان بالا. ویورا میتونن الان کامنت بذارن. اینوایتت هم هنوز برام نیومده. من اینوایت ندادم. یو واتساپ. میخوای منم چراغ رو خاموش کنم؟ ایوا 90,000 نفر دارن نگاه میکنن. شد 500,000 نفر. آها راستی. آره این خودش نیست؟ منظور چیه؟ چی میگی؟ صدامو میشنوی؟ میتونی واضح داشته باشیش؟ آره. برم عرق بید مشکمو بیارم. من همون دوغمو مینوشم. خب این یکی. کوک؟ دوباره نمیتونم کامنت رو ببینم. ولی من میتونم. چطوری بم؟ خیلی بزرگ شده. از اون موقع تا حالا تغییر خاصی نکرده. نه واقعا خوب رشد کرده. اوه ساعتو الان است که دیگه خورشید طلوع کنه. ساعت چنده؟ 4 صبح؟ ساعت 4 صبح. راستی کامنت ها هنوز دارن لود میشن آره؟ نه خب چی شد پس؟ ولی خب این یکی واسم تازگی داره.
یه دقیقه وایسا، من الان دوباره ریکوست میدم. میخوای ریکوست بدی؟ چرا؟ آخه چرا مثل آدم کار نمیکنه؟ چی؟ وای 780,000 نفر؟ دیوونه کننده است. باید بهش اینوایت بدم. باید تهیون کیونگو تو لیست بیارم بالا. چه عجب. درست شد؟ آره جواب داد. حس میکنم توی اینستاگرام یه جوری ترند شده که پرچم کشورشون رو بفرستن. واقعا همینه. آره. امان از اینستاگرام. هیونگ کی میخوابی؟ وقتی که کم کم داشت خوابم میگرفت، یهو دیدم که نامجون تو گروهمون یه پیام فرستاد و گفتش که جون کوکو از لایوت لذت بردم. پس منم اومدم تا نگاه کنم و دیدم که تو داری میگی مامان بابا من همچین پسری هستم. گفتم که چی شده؟ آیگا یکی از آرمیا میگفت که میخوام تتو بزنم ولی خانواده‌ام اجازه نمیدن. منم البته به والدینم نگفتم. ولی ها؟ گفت چی؟ ببینم هیونگ منظورت تتوی دوستیمون نیست؟ چرا؟ درباره همون حرف میزنم. بهشون چی گفتی؟ گفتم تصمیم گرفتیم که هممون تتوی مشترک برای سالگردمون بزنیم. اونام گفتن خیلی هم خوب. بار بود. نمیخوای بخوابی؟ کاری نداری که فردا انجام بدی؟ خب به هم چکاپ داره. درسته؟ عجب. چی میخوای بگی؟ بپرس دونه ببینم. برنجه؟ اسمش روش خنگول 320 دونه جوه نه برنج. من فکر کنم واقعا این فکر کنم فقط پرچم میفرستن تو چت. خیلی جالبه. ولی این پرچم ملی نیست. نه فکر نکنم. اینجا رو نگاه کن تهیون. ولی به نظرم باید قابلیت‌های بیشتری برای یه ویورس بیاد. درسته میگم؟ اینطور نیست؟ آره باهات موافقم. ولی میدونی وقتی سرعتش پایین میاد برای همین یه محدودیتی میذارن براش. ولی
خوبی اینستاگرام اینه که میشه همزمان 4 نفر رو توی لایو اد کرد. خفن نیست به نظرت؟ او اینطوره؟ آره، اگه فقط 2 باشه انگار یه چیزیش کمه، کافی نیست، میدونی؟ بهم آروغ زد. ولی به نظرم خیلی بهتر میشد که همین کار رو ریورس میکرد. مثلا تا 10 نفر میتونستن اد بشن، همزمان با هم حرف بزنن. ها؟ آره بیا بهشون پیشنهادش رو بده. حتما دارن نگامون میکنن. مطمئنم که اکثرا خوابیدن دیگه. وقتی که یه سر برم کمپانی میگم که آره باید این کارو بکنیم برای بهتر شدن. ببینم چند تا دونه برنج داره. اصلا پولساز هست؟ تیله میله داره؟ تیله آره میله داره. بم بیا اینجا. بهم خونه است؟ بهم خونه است؟ سلام کن. بهم خونه است؟ خونه است خونه است. بم ببین اونجا رو نگاه کن. اون چیه ها؟ ببینم اون چیه؟ اون کیه بم ها؟ اون کیه؟ چی؟ ها؟ عمو رو نگاه کن. اونجا رو ببین بم. قربون شما. هی جان کوکا ها؟ بیا از کمپانی بخوایم تا لایو ویورس رو مثل اینجا عوض بکنه. دقیقا همینطوری باشه. تموم لایوها رو با هم بگیریم. مثلا مثل میتینگ تو زوم میتونیم انجامش بدیم. متوجه هستی چی میگم؟ باشه پس دوستان ویورس لطفاً تغییرات رو اعمال کنید. آره چی شد؟ ببینم این چیه؟ دیگه قشنگم. بهم عزیزم خیلی سنگین شد یا بچم سنگین شده. خوابم میاد. پس منم ادامه لایو میرم ویورس. آره بهتره زودتر برگردیم اونور. خیلی خوب من میرم دیگه. مراقب خوبیت باش. بیا بعدا در موردش یه لایو با هم بگیریم. اوکی. خب دیگه بچه ها سابسکرایب کنین، لایک کنین، لایک کنین، زنگولش هم روشن زنگوله کنین. هم بزنین. بله اینم لایو امروز ما با تهیونگ و اموجون کن. اموجون خداحافظی. خدابز. خداحافظ. بعدا آره حله بعد هم میبینمت. باشه خیلی خوب باشه. تو ویورس میبینمتون. متاسفانه تو اینستا نمیتونم ادامه بدم، کامنتاش بالا نمیاد. بهم لطفا کم آروم بگیر عزیزم.
میرم ویورس لایو ادامه بدم. خدافظ قشنگای من.